توی این آموزش میخوام بهتون نحوه کار با اپلیکیشن اینملو رو آموزش بدم. ببینید الان این یک ادیت کاملا حرفه‌ایه، فقط چند تا عکس ما دادیم به این اپلیکیشن و این ادیت رو انتخاب کردیم و به این شکل برای ما یک ادیت رو در چند ثانیه انجام داده. اون ببینید اینجا من الان آموزش گیف های استوری اینستاگرام رو با این ادیت زیبا چقدر جذاب کردم. شما هم میتونید از این برای تبلیغاتتون و برای هر چیزی که دوست دارید عکساتون ازش استفاده بکنید. ببینید اینم یک ادیت دیگه است. همشون روش کارشون یکیه. فقط من اینجا اومدم این ویدیو رو برای شما گذاشتم که شما ببینید اینملو چقدر ادیت های خاص و جذاب و حرفه‌ای داره که باشون آشنا بشید و توی ذهنتون بمونه و هر وقت که خواستید برید و ازشون استفاده بکنید. من از این ادیت استفاده کردم و اینا گیف های استوری اینستاگرام هستن که به این زیبایی هم گیف ها رو آموزش دادم و هم ادیت خاصش رو به راحتی در چند ثانیه انجام دادم. ببینید اینها گیف های زیبای استوری اینستاگرام هستن که اینا همه متحرکن و میتونید برای استوری های صبح خیرتون ازشون استفاده بکنید و کلا روح و انرژی مثبت بدید به استوری هاتون و متفاوتشون بکنید. اگه اینا رو سیو بکنید و ذخیره داشته باشید شما هر روز میتونید ایده بگیرید و ببین اینجا اینملو رو نصب کرده بودم، وارد میشم، از نوار پایین تمپلیت رو زدم و وارد شدم. اینجا ببینید نوار بالا برای من باز شد. اینجا فوتو بوس خیلی ادیت های عالی داخلش هست که من چند تا از آموزش هاش رو داخل پیج اینستاگرامم گذاشتم و آموزش کامل اینملو رو اونجا آموزش دادم و اگه دوست داشته باشید میتونید اینستاگرام من رو دنبال کنید و آموزش ها رو ببینید و از طریق اینستاگرام میتونید آموزش های کامل دیگه رو که اونجا گذاشتم ببینید و ادیت ها رو باشون آشنا بشید. اینم یک ادیت جذاب دیگه است که فقط چند تا عکس بهش دادیم و به این شکل به ما خروجی عالی داده. از همون نوار بالا میتونید شما این رو اشتراک گذاری کنید در سوشال مدیا و بفرستید برای جایی که میخواد استفاده بکنید، برای اینستا، واتساپ، یوتیوب، تیک تاک، همه رو تو اون نوار داره. شما فقط کافیه که انتخاب بکنید. میگم کار کردن با این اپلیکیشن خیلی راحته، هم راحته، هم سریع، هم خیلی انتخاب‌های زیادی داره که شما میتونید انتخاب کنید و جوابگوی هر سلیقه‌ای هست و هر آپشنی رو که بخواید داره. آپشن تولد، برای بیزینس، برای قسمت لاو، نمیدونم عکس بیفور و افتر. این خیلی جالب میشه برای تبلیغات. ببینید الان این با شکلات داره این کار رو انجام میده. برای تبلیغات خیلی عالیه. من اومدم عکس ها و گیف های استوری اینستاگرام رو گذاشتم که هم اسمشون مشخص باشه و هم تصویرشون. اینم یک ادیت فوق العاده عالیه. 10 تا عکس بهش میدید و یکی یکی اینا رو بهتون میده. خودش هم یک آهنگ و یک وایس خیلی خوبی روش هست و خیلی جذاب و خاصش کرده. برای عکسای تولد عالیه و برای تبلیغات کسایی که بیزینس دارن و میخوان محصولشون رو به صورت خاص و متفاوت معرفی کنن این یک ایده بسیار عالیه. در قسمت فوتوبوس همون نوار بالا که انتخاب میکنید این قسمت قرار داره و آلبوم و حتی تقویم در همین قسمت قرار داره که شما میتونید انتخاب کنید به صورت رایگان. کاملا رایگانن این ادیت هایی که دارم آموزش میدم. میتونید استفاده بکنید و از نتیجه کارتون لذت ببرید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. من بازم براتون آموزش های زیادی از همین اپلیکیشن میذارم تا شما رو آشنا بکنم با انواع ادیت ها. اینم نمای پایانی که با یک دوربین به این شکل عکس ها رو به این زیبایی و حرفه‌ای ادیت میکنه. اگه از آموزش های من خوشتون اومد لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید.